چرا یاد نمیگیرین این گپا؟ والله شما 1000 سال در این فضای مجازی باشین، 1000 سال به دهن جرمه، 1000 سال در این فضای مجازی باشین بگین پشتون 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 هزاری مشهور فلانی، بیادی میگفت اینطور میکنن تو میگه بیا بگی اینی را بگی، نویسا مدرت میخواه، فقط جوابش این نیست دیگه، هیچ چیز به دست نمیارین. ولو که بیکی تمدن شما باشه، ولو که شاعر است باشه، ولو که نویسنده است باشه، ولو که امپراتوریا از شما بوده، امروز چی داری؟ امروز کیستی؟ ولی زبان فارسی را از لوحه ها حذف میکنن، زبان فارسی نیست که زبان. برادر تو کیستی که زبان تو بند بکنن؟ تاجک تو کیستی؟ در افغانستان چی کاره هستی؟ تو بیا چیده بگو بگم تاجک تو چی کاره هستی در افغانستان؟ هیچ کاره. یک مردم پراگنده، یک مردم توسری خورده بی اتفاق، یکیش جای از دیر پای دیگه. میال شما این فضای مجازی ببینید، یکیش خراسانی، دیگهش تجزیه طلب، یک تعداد دیگهش کنگره ملی، یکی دیگهش رفته یک دیگه، یک بیرق جور کرده، یک بیرق کجا چی دارین شما؟